برای درست کردن دونات احتیاج داریم به 1 لیوان شیر معادل 240 گرم که می‌ریزیم داخل یه قابلمه کوچیک و روی شعله گاز ولرمش می‌کنیم. گرمای شیر باید به اندازه‌ای باشه که اگه انگشت بزنیم داخلش گرماشو حس کنیم ولی انگشتمون نسوزه. به این صورت که بود 1 قاشق غذاخوری پودر خمیرمایه فوری معادل 8 گرم و 1 قاشق غذاخوری شکر به شیرمون اضافه می‌کنیم. یکم به این شکل به هم میزنیم. بعد روی قابلمه رو با یه بشقاب میپوشونیم تا عمل بیاد. داخل یه ظرف دیگه 2 تا تخم مرغ رو میشکنیم و با همزن دستی یکم به هم میزنیم تا از حالت لختگی در بیان. نصف قاشق چایخوری نمک و 3 قاشق غذاخوری شکر به تخم مرغ ها اضافه میکنیم. حالا 70 گرم کره داریم، 1 کره 50 گرمی و 1 کره 20 گرمی که گذاشتیم توی دمای محیط نرم بشن. اونا رو هم به مواد اضافه میکنیم و یکم با همزن دستی میزنیم. بعد شیر و خمیر مایمون که بعد از 10 دقیقه عمل اومده رو به مواد اضافه میکنیم. حالا نوبت آرده که روی مواد الک کنیم. لیوان اول و دوم و سوم آرد رو با خیال راحت روی مواد الک میکنیم ولی لیوان 4م آرد رو کنار دستمون میذاریم. با قاشق مواد رو مخلوط میکنیم. بعد لیوان 4م رو مرحله به مرحله کم کم به موادمون اضافه میکنیم و با دست ورز میدیم تا خمیرمون به حالتی در بیاد که به دست نچسبه. قبل از این که لیوان 4م آرد تموم بشه خمیرم به این حالتی که میبینید در اومد و به دست نچسبید. تقریبا نیم کیلو یا 500 گرم آرد برد. حالا باید 10 دقیقه خمیر رو به این شکل ورز بدیم. مدام جمعش کنیم و با پشت دست فشارش بدیم. بعد از 10 دقیقه روش رو با پاکت فریزر میپوشونیم و روش پارچه میندازیم و 1 ساعت میذاریم یه جای گرم تا ور بیاد. بعد از 1 ساعت روش رو برمیداریم. همینطور که میبینین کاملا ور اومده، به صورتی که اگه انگشت بزنیم داخلش جای انگشتمون پر نمیشه. حالا پف خمیر رو میخوابونیم و ورز میدیم تا هوای داخل خمیر خارج بشه. کف یه سینی بزرگ رو چرب میکنیم. پشت یه سینی کوچیکتر رو هم چرب میکنیم. یه چونه به این اندازه از خمیر برمیداریم. گردش میکنیم و بعد روی سینی چرب شده میذاریم. با دست یکم بازش میکنیم و بعد با کف دست فشارش میدیم تا به این شکل پهن بشه. آروم بلندش میکنیم و میذاریم داخل سینی چرب شده. بعد با یه قالب گرد کوچیک میزنیم وسطش تا به شکل حلقه در بیاد. همه دونات ها رو به این شکل میزنیم و روشون رو با پارچه میپوشونیم و نیم ساعت میذاریم تا دوباره یه مقدار پف کنن. بعد از نیم ساعت روشون رو برمیداریم و داخل روغن سرخ میکنیم. برای سرخ کردن خیلی آروم با 2 تا دست زیر دونات رو میگیریم تا جای انگشتمون روی خمیر دونات نمونه و به آرومی داخل روغن میندازیم. نذارین یه سمت کامل سرخ بشه و بعد برگردونین. یکم که سرخ شد برش گردونین تا طرف دیگه هم کمی سرخ بشه. بعد دوباره برگردونین تا طرف اول و بعد طرف دوم کاملا سرخ بشه. به این شکل که توی 2 مرحله دونات ها رو سرخ کنین هم بیشتر پف میکنه و هم کاملا مغز پخت میشه. به این صورت همه دونات ها رو سرخ میکنیم و روی پارچه میذاریم تا روغن اضافهش کشیده بشه. بعد که دونات ها از داغی افتادن روشون پودر قندلک میکنیم تا شیرینیشون اندازه بشه. میتونین از گاناش هم استفاده کنین. به این صورت که 50 گرم شکلات تخته‌ای رو روی بخار به صورت بنماری آب کنید و به همون مقدار یعنی 50 گرم خامه بهش اضافه کنید و به هم بزنین تا با این روش گاناش آماده بشه. یه مقدار از گاناش رو بریزین داخل یه قیف پلاستیکی و یه مقدارش رو نگه دارین.
میتونین تعدادی از دونات ها رو پودر قند نزنین و یک طرفش رو کامل بزنین داخل گاناش. بقیه رو هم که پودر قند زدین با گاناشی که داخل قیف هست به شکل‌های مختلف تزیین کنین. میتونین روی دونات هایی که یک طرفش رو با گاناش پوشوندین یه مقدار شکلات خرد شده و یا ترافل رنگی بپاشین. بفرمایید دونات های خوشمزه ما آماده شدن. همونطور که میبینین کاملا پف کرده و وسطش مغز پخت شده.